سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم با هم برای سایت جدیدی که اومده اسپین بزنیم. با ما همراه باشید. اولین اسپین رو میزنیم و ببینیم بهمون چی میده و فکر نکنم با یکی یه چیزی بهمون بده، چون فکر نکنم شانسی داشته باشه یکی. ببینیم چی میشه. فعلا که چیز خوبی بهمون نداده. اینم آخرین اسپین یکی میتونیم بزنیم. خب باشه، بریم یه جم بزنیم بیایم. 2000 years later. خب ماهانه رو برداشت کردیم و این سری ببینیم بهمون چی میده. یه چیز زرد داده، احتمالا یه چیز خوبه. ایشالله سته و بدترین ستش رو داد، ولی بازم از هیچی خیلی بهتره، ولی ستش اصلا قشنگ نیست. بدترین ستش رو به ما داد. حالا ببینیم میتونیم این دوتا ست رو بگیریم یا نه. یکیش خیلی شانس داره برای اکانت من. 8 گلبرگ داد و بریم ست رو بزنیم و ستش اینه و زیاد قشنگ نیست. 2000 years later. خب اینم ماهانه امروزمون. دوباره بریم برای این سایت اسپین بزنیم ببینیم میتونیم یه چیز دیگه رو بگیریم یا نه. انشالله که یکی این ست قرمزه رو بده به ما. خب بریم سراغ اسم بزنیم. یخش هم خوبه، خیلی گنده. خب بریم اسم بزنیم. این ست خیلی بد بود به ما داد، ولی این خیلی قشنگ تره. این عالیه. حالا بریم بزنیم ببینیم چی میشه. اسپین یکی و ببینیم. قرمز ست نیست، هرچی هسته پول پوشتی شده. بریم بازم اسپین بزنیم ببینیم میده بهمون یا نه. همین یخشم بده من راضیم دیگه. میده یه چیز بده، چرت و پرت نده. تو رو خدا این که چرت و پرت داد. این سری ببینیم چی میده. این سری هم احتمال زیاد چرت و پرت، فکر نکنم دیگه بهمون بده. بریم سراغ اسپین آخری که میتونیم بزنیم و من میگم نمیده، احتمال زیاد ولی نداد. 8 گلبرگ. خیلی ممنون که ویدیو تا اینجا تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.